عبدالرحیموف مبارزه میبرد، ضربه میزند، یک نظرزاده قوی داشته است. مخلصان ما در اینجا خیلی زیاد هستند. برای نظرزاده محمد کبیر کف میکوبند به خاطر او. حالا حالتی با هم نزدیک آمدن ها، ضربه زدن. اوه چی نشون میده؟ تیک داون بسودی عبدالرحیموف است و اینجا نشان میدهد نظرزاده به حالتی که او باید توقت کردن، میگوید توقت باید کرد. که پولاد در اینجا صدا میکند پدری او. اوه این ضربه ها رو ببینید. نکنم برای محمد کبیر لازم است که ضربه های پای رو به کار برد. بسیار ضربه های خوب دارد محمد کبیر. حالا راست و اکنون ضربه ها میان محمد کبیر و عبدالرحیم. اوه آن همین ضربه هایی که به خاطرشان مخلصان ما کف میکوبند. این ضربه ها رو باید بیشتر خوب به کار برد. محمد کبیر باید این ضربه ها رو بیشتر و خوبتر به کار برد. حالا در اوه ببینید عبدالرحیموف طریق ضربه های محمد کبیر. اوه فاصله نزدیک نه، در فاصله دورتر محمد کبیر باید ضربه زند. حالا خوب است این ضربه های پایی با طریق پای ایکی گو الله کی کاری که دارد محمد کبیر خوب به کار میبرد. این حالت ها رو بسیار خوب به کار میبرد. ببینید در حالت فاصله دور. اوه عبدالرحیموف هم یک این ضربه ها رو با کار بردن است. حالت کلینچ. اوه عبدالرحیموف طریق زانو چند ضربه برای محمد کبیر، همچنین محمد کبیر هم جواب میدهد با این ضربه ها. حالا حالت با هم نزدیک شدن است. در فاصله نزدیکتر اکنون باز دوباره با یک شکل مبارزه میبرند. اوه محمد کبیر برای پای داشتن عبدالرحیموف میرود و عبدالرحیموف باشد از سمت دیگر. حالا محمد کبیر را لازم است که اکنون در این حالت باید خوبتر اندیشه کند. فاصله ها نزدیکتر هستند، با هم نزدیکی هایی که بسیار بالای و باید خوب باشد. جو برای محمد کبیر هم مصلحت میدهند، برای رقیبم حالتهایی است که بسیار خوب و جالب است. اکنون مبارزه است که این مبارزه را باید پشت سر نمود. عبدالرحیموف نزدیک میشد. محمد کبیر ضربه ها رو باز هم دوباره میگویم که از فاصله دورتر خوبتر به هدف میرساند. باید همین ضربه های ایکیگ را به کار برد. مخلصان ما در اینجا خیلی زیاد هستند و به خاطر محمد کبیر کف میکوبند. ببینید اوه طریق پای محمد کبیر فکر میکنم اکنون کمی خود را بالیده و فارغتر است میکند. اولی نبرد کمی مشکل است من میفهمم، ولی بعدا ادامه نبرد باید خوبتر واضح بود. اوه محمد کبیر علیه ضربه های خوب دارد ولی رقیب آموخته است این ضربه ها را. علاقه در کرده است و از تماشا کردن ویدیو بیشتر رقیب می آموزد و می داند که به کدام شکل و کدام روش نبرد کند. اوه حالت داشتن عبدالرحیموف حالت را می دارد، محمد کبیر نیست با همون شکل می دارد و ببینید حالت ضربه های زانوگی را به کار می برد عبدالرحیموف و برای چند ثانیه دیگر در راند اول جنبست می گردد و راند دوم هم در پیش انتظار است. همچنین دوستان عزیز دور نباشید. امروز این ضربه ممنوع بود که به محمد کبیر زده شد. بودا نظر اشاره دارد که این ضربه ممنوع را برای داور نشد. حالت تکرار رو میبینیم. حالت کلینچ بود، حالت ضربه زنی بود، حالتهایی بود که بیشتر و بهتر از هر دو جانب به چشم میرسید و امروز عبدالله خواجاєف هم مبارزه میبرد. دوستان عزیز یک ورزشگر ما که اون نبرد رو ما هم باید تماشا کنیم ولی دور است و دهم رقابت به حساب میرود. حالت تکرار رو میبینیم با چه شکل و شیوهی که هر دو مبارزه بردند.
دوستان عزیز اکنون ما در اینجا رقابت را تماشا کردیم. راوند اول را همین ضربه ممنوع بود که با سمت نظرزاده محمد کبیر روانه کرده شده بود. حالا اینجا رفری نگاه میکند، حالا نظر سمت دیگر اشاره میکند. پهلوی است محمد رحیم اطرافی چرخ میزند و این 5 دقیقه برای محمد کبیر نشان میدهند، وقت میدهند. این ضربه آخرانه بود که رفری من میکند. رفری من میکند. There's no intent on these shots. No fighter's trying to do that. It's not good for their career. It's not good for anyone's career. If we start pulling our shots, we don't throw anything. No. You have to throw them, and it will be what it will be. And it's unfortunate, but we're going to get these once in a while. What a shame. Yeah, it was shaping up to be an interesting bout, wasn't it? حالت تکرار رو میبینیم. ببینید این ضربه هایی که از هر دو جانب روانه شده بود و این حالت ها بود با کار میرفت و نظرزاده ضربه ها رو قبول میکرد و همچنین ضربه ها هم بود. تکرارا از این حالت و اگرنه محمد کبیر خوب حرکت میکرد. همین ضربه که جان بس کرد این نبرد را. ببینید این ضربه که تو هنوز محمد کبیر به این شکل است. الان نشان میدین همون ضربه ممنوع را نشان میدین. همین ضربه بود. این ضربه هنوز نه. الان میبینیم. Interesting turn of events in fight one. Not what everyone wanted to see in a, interesting way of. اینجا یک حالت بسیار مشکل و نافهمایی که با وجود می آید. Yeah, it's such a shame, isn't it? It was an interesting local derby. Really interesting round. یک حالت بسیار نافهما رخ می دهد و این ضربه ممنوع بود که حالا چی میگه؟ این نبرد برگزار نشده می شود. هیچ کس غالب نمی آید. این نبرد که هیچ کس غالب نمی شود. حالت تکرار رو می بینیم. ببینید این ضربه هایی که از هر دو جانب روانه شده بود و این حالت ها بود با کار می رفت و نظرزاده ضربه ها رو قبول میکرد و همچنین ضربه ها هم بود. تکرارا از این حالت و اگرنه محمد کبیر خوب حرکت میکرد. همین ضربه که جان بس کرد این نبرد را. ببینید این ضربه که